یکی از بچه‌ها پرسیده بود که چجوری میشه، البته ربطی به برنامه نویسی نداره ولی خب گفته بود چجوری میشه که این HDMI رو بین کامپیوتر رو بیای به مانیتور وصل کنی. یه موضوع کوچولویی من توضیح میدم که سریع تمام شه. اینجا یه عکس براتون میذارم. ببین یه دونه پورت پشت، خیلی سریع بخوام بگم، یه دونه پورت HDMI پشت مادربرد هست که با اون کاری نداریم. یه دونه پایین معمولا پشت جی پی یو، پشت کارت گرافیکته که صاف هم هست، کج نیست مثل اونای دیگه معمولا. حالا بستگی به مدل نصب کارت گرافیکت داره. تو HDMI تو یه سرشو میزنی به اون، یه سرشو میزنی پشت مانیتور. اگه باز نشد و اگه باز مثلا وصل نشد و این داستانا، باید درایوراتو چک کنی و یه سری کارهای ریتمیزای دیگه که واسش یه ویدیوی کامل تو یوتیوب میذارم، قشنگ وصل میکنم و همه چی اوکی میکنم. اینو گفتم فقط در همین حد بهتون بگم که بدونی، شاید وقتی دیگه